شرمنده من قیمت ها اینا نگفتن که احتمالا این قیمت هاشون رو 2 بار بذاریم، یعنی از اول این قیمت هاشو بگیم. خب بچه نگاه کنین، من این سوپر بمب رو به قیمت 20 الی 25,000 تومن داخل سایت، داخل بیرون دست فروشه میتونیم بخریم، یعنی از این بیشتر رفته تو پاچتون اگه بخریم. سوپر TNT من خریدم 20,000 تومن با چونه اینا، با تخفیف اینا داده به من 17,500 و اینا رو میتونیم بچه ارزون تر هم بگیرین اگه چونه بزنین. من دیگه این بومک رو در نیارم از بسته 32 تاشو گرفتم به مبلغ 110,000 تومن و بذارید در بارم بازم نگاه کنیم. 110,000 تومن ایشون و من این گرگ زخمی رو به مبلغ 30,000 تومن خریدم و این سوپر بومم که گفتم و این آمریکایی رو من به مبلغ چند گرفته بودم؟ به مبلغ من این آمریکایی رو به مبلغ 40,000 تومن خریدم و اینا رو من هنوز بعدا میذارم سر جاشم. هنوز بچه من از این تک شوتا اگه ویدیو قبل نگاه کرده باشین، من از این تک شوتا 6 تا دارم، یعنی 5 تا بزرگ، نه 5 تا کوچیک، یه دونه بزرگ. من کوچیکا رو خریدم 100,000 تومن، یعنی 5 تاش شده 500,000 تومن. و اینکه من اون کهکشان تیتان نو خریدم به مبلغ 150,000 تومن. 150,000. خب بچه نگاه کنین، من بعد اینو مثلثی رو خریدم به مبلغ 100 و چند خریدم ای خدا 150,000 تومن خریدم و من 2 تا بسته از این سوتیا دارم که من خریدم بسته 40,000 تومن و من این بسته رو خریدم 50,000 تومن مال کبریتی و گرگی و من دود رنگی رو که میبینید خریدم 110,000 تومن ولی با تخفیف 100,000 تومن و اینکه من آبشار دستی هم خریدم 150,000 تومن 150,000 تومن خریدم و بچه ها من اینا رو بلوطی ها رو خریدم به مبلغ دونه‌ای 25,000 تومن که من 5 تا داشتم که یکیشو تست کردم و جمع کلشون شد 125,000 تومن. 125,000 تومن. بعدش من یه دونه آبشار دینا بکنم دارم که خریدم 65,000 تومن و من اینجا بلوطی کوچیکم دارم که 3 عدده. من دونه‌ای رو خریدم به مبلغ 20,000 تومن. به مبلغ 20,000 تومن خریدم. منورای 15 شوتو که من 3 تا دارم ازش که 4 تا بود یکیشم تست کردم که این 15 شوت دیگه 15 شد. دونه‌ای به من افتاد 35,000 تومن و بچه آخر سر قیمتی که بهتون میگم جمع کلشونه، یعنی با تخفیفیناشو بهتون میگم. و بچه نگاه کنین، من از این شکلاتیا یا همون زغالیا یا همون جرقه زنا خریدم 3 بسته. الان 3 بستهش این
بسته ای 150,000 تومنه. در بازار اینا 150,000 تومنه، یعنی سه شده 450,000 تومن. لاک پشتی رو من خریدم به مبلغ 120,000 تومن. من اینجا یه دونه بسته دیگه هم از این مثلثی دارم که خریدم. این بسته رو به مبلغ چند خریدم؟ به مبلغ بچه ها به مبلغ 130 یا 20,000 تومن خریدم. و بچه ها از این آبشارا هم بیارم. این آبشار که داشتم اینو خریدم به مبلغ 25,000 تومن. از اینم 2 بسته داشتم که دوتایی این شکلیه، خریدم. اینم 23,000 تومن، یعنی دوتا شده 40,000 تومن. اینم شده 25,000 تومن. و بچه ها من یه دونه آبشارم دارم که 4 تا بود، یکشو تست کردم. اینو من بچه ها واقعا احساس شدم خیلی ارزون. من این آبشار رو به مبلغ 50,000 تومن خریدم. 4 تا توشه، رنگ سبزه. بزن بهتون نشون بدم. این شکلیه. من اینو خریدم 50,000 تومن. بچه ها من لانچر رو همون میزنی زمین هوا میره و شکل نور افشانی نداره. من اینو خریدم به مبلغ 85,000 تومن یا 75,000 تومن. بچه ها و در آخرم من از این لاک پشتی ها دارم 3 تا دونه و من اینو خریدم به مبلغ دونهشو خریدم به مبلغ 17,500. خریدم 17,500. و بچه ها بذارید من اینا رو حساب کنم. شما یه کات میخوریم برمیگردیم و مبلغ نهایی رو میشنم. خب بچه ها من کل اینا رو جمع زدم با هم و با تخفیف و چونگی و با تخفیفی که گرفتیم و که من همشو از یه دونه ساعت گرفتم و اینا کل این ترقه ها به مبلغ 3,750,000 تومن که 4 میلیون شده بود با تخفیف. خب بچه من این ترقه ها رو از پیج پرشیم بنک گرفته بودم. البته بچه ها پرشیم بنک آخرش که اون تقلبیه، ولی اگه بنویسه بنکس یعنی یه سن داشته باشه این خودش. و مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. خیلی خوشحال شدم و مرسی که ما رو دنبال میکنین. خواهشاً لایک، دنبال کردن، ساب، اینا، کامنت انگلیسی، هر چی که بذاریم من خاک پاکتونم. و بچه خواهشاً اگه خواستین ترقاتون از پرشین بنکس همون بنکس بگیرین که بچه اینا جمع کلشون هم شد 4 میلیون با تخفیف 3,700,000 300,000 تومن تخفیف داده. و بچه مرسی که تا اینجا این ویدیو رو دیدین. حتما اون لایک رو بزنین، ساب یادتون نره، خواهشن کامنت انگلیسی بذارین که اگه سابتون بپره دیگه انشالله پارتای بعدی فکر کنم نباشه. و بچه ها خیلی خوشحال میشم زنگوله بالا رو حتما فعال کنین، چون که واقعا به من یه دونه امیدواری میدین برای پیشرفت این کار. و بچه ها ما سعی میکنیم هر روز ویدیو بذاریم برای شما. و تا یه ویدیو دیگه آمی و سامیگا، خدا نگهدارشون.